شاید خیلی از شما دلیل ایمان نیاوردن خسرو پرویز به اسلام رو این میدونید که پیامبر مسلمانان نامه را به اسم وی آغاز نکرده، اما در حقیقت این یک توجیه تاریخی بیشتر نیست. وقتی پیک اسلام در مقابل خسرو پرویز قرار میگیرد میگوید در دین ما پرستش خدا مهمترین مورد است. خسرو پرویز در جواب میگوید ما 1100 سال است یکتا پرستیم. پیک میگوید در اسلام زنده به گور کردن دختران کار حرامی است. خسرو پرویز میگوید مگر این کار را انجام میدادید؟ ننگ بر پیشینیان شما، دختران ما الهه هستند. پیک میگوید در دین اسلام بردهداری حرام است. خسرو پرویز میگوید ما از زمان کوروش بزرگ بردهداری نکرده ایم. پیک میگوید در اسلام همه برابرند. خسرو پرویز میگوید در ایران من هم اگر اشتباه کنم به دادگاه میروم. و تا آنجا بحث طول کشید که پیک اسلام چیز جدیدی برای گفتن نداشت. خسرو پرویز هم نامه را پاره کرد و به پیک میگوید اگر شما الان میخواهید راه انسانیت را پیدا کنید، ما 1100 سال پیش راه آن را پیدا کرده ایم. نظر شما در مورد این کار خسرو پرویز چیه؟ زمانی که برخی ملخ می‌خوردن، کوروش بزرگ به هر کس به اندازه خانواده‌اش گندم میداد. زمانی که برخی چادرنشین بودند، کوروش بزرگ کاخ آپادانا و پاسارگاد را ساخت. زمانی که برخی در بیابان بز می‌چراندند، کوروش بزرگ طلا و جواهرات خود را در خانه‌های مردم نگهداری می‌کرد. زمانی که برخی دین و آیینی نداشتند، کوروش بزرگ نیمی از دنیا را یکتا پرست کرد. زمانی که برخی دختر را ننگ می‌دانستند، کوروش بزرگ به بانوی ایرانی اندازه مردان حقوق میداد. زمانی که برخی را جاهل می‌خواندند، کوروش بزرگ نخستین منشور حقوق بشر را نوشت. زمانی که برخی دخترانشان را زنده به گور می‌کردند، کوروش بزرگ دختران پارسی را به مقام فرمانده در جنگ می‌گمارد. پس بی‌غیرتی است که این پست در تمام دنیا پخش نشود. اگه به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنی، این پست را حتما لایک کن و برای آگاهی از تاریخ باستان تاربرگ ایران باستان رو فالو کن. میدونستید کلمه خان و خانم کلمه مغولی هست و هیچ ربطی به آیین اهورایی ایران زمین ندارد؟ در ایران باستان مرد را مهربان و زن را مهربانو می‌خواندند که مهربانو به معنی کسی که مهر می‌آفریند و مهربان به معنی نگهبان مهر بوده. دیگر آیین ایرانی را پاس بداریم، نه آیین و واژه مغولانی که در شهر هزار اسب در یک لحظه 7000 زن و دختر یک شهر را رو بودند و جلوی چشم مردان، پسران و برادرانشان به آنها تجاوز کردند و به عنوان هدیه شب اول آنها را به خان دادند که از همین روزهای تاریک این واژگان به زبانمان وارد شد. بعد ما تا به الان هم هنوز از آنها استفاده می‌کنیم و هیچ خبری نداریم که از کجا آمده است. زین پس واژگان خان و خانم رو به کار نبریم و از واژگان اهورایی سرزمین خود مهربان و مهربانو استفاده کنیم. انتشار فرهنگ و تمدن ایران وظیفه همه ما ایرانیاست و بی‌غیرتی است که اشتراک گذاری نکنیم تا همه ایرانیان اصیل آگاه شوند.